به نام یاد خدا. خوش آمدین دوستای عزیز به چینل یوتیوب نظیر برومند بخش تکنولوژی است. دوستای عزیز، عنوان بخش ما چگونه یک شبه میلیونر شویم. خب دوستای عزیز، ما شما پلان‌ها و برنامه‌های بسیار زیاد داریم در زندگی، میخوایم پیشرفت بکنیم بر اساس همون ایدئاها یا همون نظریاتی که پیش ما و شما هست. ما و شما در زندگی کوشش میکنیم که پول خوبی به دست بیاریم و بتونیم زندگی خود بچرخانیم و یا مصدر خدمت به کشور خود شویم. به می منظور دوستای عزیز بیاییم بخش اپل یا بخش آیفون، ما و شما از چی طریق میتونیم که میلیونر شویم یا پول خوبی به دست بیاریم، حداقل پولی که بتونیم برای دیگران هم کمک شویم، زندگی ما و شما رونق پیدا بکنه. به این منظور دوستای عزیز بیاییم کرومی خب چینل یوتیوب خودم از دوستای عزیز بریم یک کتاب نو ایجاد بکنیم در بخش www.apple.com. خب وبسایت رسمی شرکت اپل است، این را باز میکنیم. شرکت اپل، خب وبسایت شرکت اپل باز کردیم دوستای عزیز که اینجا محصولات خدمات خود آیفون برای ما نمایش داده میشه دوستای عزیز. خب ما شما چی میکنیم؟ میریم بخش نظریات و یا فیدبک. خب دوستای عزیز، ما شما باید معلومات داشته باشیم در بخش بگ بنتی. یک برنامه است که در سال 2016 ایجاد شده و شرکت اپل را ایجاد کرده به خاطر که همون خلاهای امنیتی و یا آسیب پذیری امنیتی را چی بکنن، کوشش میکنن که خلاهای خود پر بسازن توسط گزارش دهی از محصولات خود و مثلا مشتریایشان چی میکنن، گزارش میدن برشان با این خاطر که شما مثلا ضعف امنیتی دارین در این قسمت. در هر قسمتی که باشه دوستای عزیز او را چی میکنن، خلاهای امنیتی خود پر میسازن. خب ما شما میایم در قسمت کانتکت اپل با منظور از این که ما شما خلای امنیتی شرکت اپل شناسایی کردیم، میخوایم او را در قالب یک گزارش برشان چیک بکنیم، مطرح بکنیم. البته دوستای عزیز یادآور شوم که شما نمیتونین توسط هک را چی بکنین شرکت اپل یا محصولات اپل، آیفون و یا آیپد و اپل واچ گپاره توسط یک گزارش رسمی میتونین که خلای امنیتیشان برشان چی بکنین، بازگو بکنین. اگر خدای ناخواسته از طریق هک باشه و او جرم داره دوستای عزیز و پیگرد قانونی. ما شما هر کاری که میکنیم دوستای عزیز باید در قالب رسمیات و همچنان قانونی باید باشه. به این منظور دوستای عزیز بیاییم در کانتکت اپل. به خاطر از اینکه ما شما گزارش برشان ارائه بکنیم در قسمت فیدبک گفتیم اینجا من کانتکت اپل. خب کانتکت اپل که واکنیم میایم پایین دوستای عزیز در قسمت خب اینجا دوستای پروداکت فیدبک است، وبسایت فیدبک، دیولپر فیدبک. خب ما شما همو دیدگاه خود توسط سه بخش میتونیم که مطرح بکنیم. ما شما میایم در قسمت پروداکت فیدبک یا منظور ما این است که ما شما در قسمت محصولات خود اپل که عبارت از همو گفتیم آیفون است، اپل واچ و غیره می باشه، در ما قسمت ما شما نظریه خود میتیم. من دوستا هاردویر پروداکت، iOS، آیپد، اپلیکیشن، تمام گزینه ها را دوستای عزیز اینجا داره. تمام محصولات خود اپل اینجا هست. هر قسمتی که ما شما یک خلای امنیتی خود شرکت اپل میبینیم در اون قسمت ما شما دوستا فیدبک خود یا نظریه خود ارائه میکنیم. خب دوستای عزیز، ناگفته نباید گذاشت که در قسمت بگ بنتی یا همون خلای امنیتی را که ما شما پر میسازیم چی چیزا مهم است که اندازه جایز است دوستای عزیز که نظر به مو خلای امنیتی که شما
او را پر میسازین و یا گزارش میتین فرق میکنه. مثلا اگر خلای امنیتی کمتر باشه جایزه کمتر و اگر خلای امنیتی بزرگ باشه میتونین تا حدود $1,000,000 چی بکنین از شرکت اپل جایزه دریافت بکنین. گزارشدهی مسئولانه است دوستای عزیز. گزارشدهی مسئولانه به این معنی که شما گزارشی که میتین باید واقع بینانه باشه، مسئولانه باشه، بسیار تمام جوانبش در نظر گرفته شود. خب دیگه در قالب گزارش رسمی، یک گزارش رسمی دوستای عزیز ما شما جور میکنیم او را چی میکنیم ادیت میکنیم، بعد از او روان میکنیم برشان. دیگر تمرکز بر علم خصوصی دیگران است دوستای عزیز. یگانه منظور خود اپل هم همی است که ما وقتی که مسئولات خود ارائه میکنیم باید تعلیم خصوصی مشتریان خود مد نظر داشته باشیم که فوق العاده مهم است دوستای عزیز. با این منظور شرکت اپل همی بخش ایجاد کرده، بخش بک بندی را که چی بکنن محصولاتشان وقت مشتریان استفاده میکنن باید تمام حریم خصوصیشان حفظ باشه. دیگه به می منظور این برنامه دوستای عزیز ایجاد شده. خب دوستای عزیز ما شما میایم یک محصول انتخاب میکنیم، مثلا آیفون، در بخش آیفون ما انتخاب میکنیم، باز شما بخش را که خواستین میتونین انتخاب بکنین. خب ما بریم در بخش آیفون. در بخش آیفون مثلا نام خودم میتونیم اینجا نظیر برومند، ایمیل آدرس خودم میتونیم اینجا ایمیل آدرس میتونم. خب سابجکت و ایمانا که خب همی بخش ما با کدام بخش است چی را میخوایم مرا بکنیم فیدبک میکنیم feedback about your password یا هر بخشی که شما خواسته باشین درباره پاسپورت ما میخوایم یک خلای امنیتیشان رو بگویم. خب کشور خود انتخاب میکنیم، فعلا ما و شما در سنگاپور هستیم، میم سنگاپور. خب سنگاپور هم میگیریم. بعد از او فیدبک تایپ یا نوع خود گزارشدهی از بگ ریپورت دوستای عزیز، فیوچر ریپورت، بگ ریپورت، پرفورمنس، سافتویر، هاردویر، هر بخشی که شما داشته باشین و یا ادر هر بخشی که خواسته باشین او را میتونین که چی بکنین مطرح بکنین دوستای عزیز. از ما و شما بخش بگ ریپورت است یا مو بگ بنتی. کامنت خود دوستای عزیز نوشته میکنیم، هر کامنتی که داشته باشیم میتونیم که او را چی بکنیم I have an idea about your password. خب دوستای عزیز میتونیم که هر نوع کامنتی که خواسته باشیم و شما چی بکنیم مطرح بکنیم. خب اینجا میم iOS گفته انتخاب بکنیم که کدام iOS است، باش خود ورژن های iOS ما شما میتونیم که انتخاب بکنیم. خب ما 16 را انتخاب بکنیم، بیم 16.7 اوکی میکنیم. خب اگر کامپیوتر ما ورژن داشته باشه انتخاب میکنیم، اگر نداشته باشه انتخاب نمیکنیم دوستای عزیز. میم در قسمت تیک مارک پلیز رید ای همو خود بخش سابمیشن پالیسیش است که ایره تیک مارک میزنیم، بعد از او باز سابمیت فیدبک میزنیم که سابمیت فیدبک اوکی کردیم گزارش برشان میره دوستای عزیز. توسط نامه رسمی گزارش برشان میره. هر نوع کامنتی که شما خواسته باشین، مثلا در فارسی اگر خواسته باشین تایپ بکنین، میگم من یک خلای امنیتی شما را در قسمت پاسورد دریافت کردم که میخواهم برایتان بازگو کنم. خب دوستای عزیز همون تا ادامه میتین
اینا به طور مثال براتون گفتم. میشه که انگلیسی رو هم تایپ بکنین، کدام مشکل نداره. فارسی، اول فارسی تایپ بکنین، باز رو ببرین در در گوگل ترنسلیت به انگلیسی تبدیل بکنین. بعد از او باز میشه که کامنتتان بنویسین. بعد از او سابمیت فیدبک هم میزنین دوستای عزیز و گزارش برشان میره در قالب گزارش رسمی. خب دوستای عزیز، اگر خواسته باشیم که به طور رسمی و یا پرایوت یا شخصی ما شما توسط ایمیل خود با شرکت اپل تماس بگیریم، این خود رسمی شد. به طور پرایوت و یا شخصی ما اگر کدام خلای از طریق خود آیفون و یا مکبوک و یا اپل واچ ساعت های هوشمند که است خلای امنیتشون پیدا میکنیم، میتونیم که به طور رسمی چی بکنیم؟ از طریق وبسایت، از طریق ایمیل آدرس product-security@apple.com. از طریق ازی دوستای عزیز ایمیل آدرس ما شما چی میکنیم؟ میم از طریق امی میتونیم که به طور پرایوت از طریق امی ایمیل آدرس چی بکنیم؟ ایمیل شخصی و خود شرکت اپل ارسال بکنیم. دوستای عزیز اینجا می نگفته که product-security@apple.com ایمیل آدرس for reporting security or privacy vulnerabilities in Apple products, software or services. گفته که ایمیل رسمی خود شرکت اپل است به خاطر خلاهای امنیتی شرکت اپل در بخش هاردویری، در بخش سافتوری و یا خدماتش. شما میتونین که چی بکنین؟ ایمیل پرایوت انجام بدین. دیگه در خدمتتان هستیم با موضوعات جدید در بخش تکنولوژی، خبرهای تکنولوژی، ویدیوهای تکنولوژی، هر بخشی که مرتبط با تکنولوژی باشه دوستای عزیز در خدمت شما قرار داریم و هر نوع پیشنهادی که دارین میتونین که مطرح بکنین. و حمایت شما سخت ضرورت داریم دوستای عزیز که ما را فراموش نکنین. خب تا ویدیوهای بعد دوستای عزیز شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند حافظ و نگهدارتان.